بله دوستان بعد از 2 ساعت پیمایش رسیدیم به تیغه حیز لیوان. به دقیقا الان رو در روی روستای خودمون هستم. اینطور داریم ارتفاع رو بیشتر میکنیم. خیلی شیب سنگینی. بچه خرس رو ببینیم، بچه خرس رو ببینیم. خرس رو دیدی؟ دوستان دقیقا بندرگز اومد رو در روی من. نوکانده رو در روش هم بندرگز، این ورش هم گز. من تو از سرزمین آتیش نمیدم. دوستان سعی کنید تو بستر جنگل آتیش نکنید. چه غذای ما حسابی آماده شده، غذا رو بخوریم و حرکت کنیم.